سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. چه عسکری شوی شد قوی شد. سلام به شما. آدم دیندار قابل افتخار چقدر بیروبار تو هم کچلتار. مرا بچه. والا یک رقم خودت شاعر هستی. تشکر. یک رقم نگو 100% بگو. اوه شاعر ماست. دیگه خوب است ان شاء الله. اول سلام. دوم کلام. جان جور صحت بدن فکر آزاد دل که جمع خاطر سال زل دیگان تبت تقش غمکت کم پریشان نباشه فکر که جمع دشمنات ببر در آقا دبام بخوره گرم 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 یارا زنده خوب از کدام ولایت هستی که من نابلدی پیشنو دا 20 نفر ملامت هستی باز پیش من تو چقدر کم جرأت هستی فقط که مجرد هستی از کدام ولایت هستی؟ ما از کل افغانستان هستم. سر ما گران هستی فعلا به اصطلاح در مسیر دیدانا بغل دارالمان هستی در حقایق در پرسان در کجا صاحب مکان هستی جوابت بدون ترجمان هستی بخیر هم تو جواب بتیم کدام نقطه هدفتان فعلا است یا زدگاه ما آذر لقمه غایب تکبیر و وقتی که باشه حاجت تمام نیست یعنی گفتم از کدام ولایت هستی در خدمت هستی از اون یعنی ضرور است که بگیم وقفه کوتاه گپ بین ما شما بر بساز آقا در دیدانا زادگاه ما ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا نام خدا آدم داناست بنده بلاست شخص با تقوا است افتخار ماست خدمتگار افغانات در دیداناستی این متن است یا کابل یا کاپیسا است پیش ما یک افغان با تقوا است قربانت زنده باشی یک معرفت حاصل کنیم شاید خود دوستا